امروز در فاکولته فیلولوژی تاجیک و ژورنالیستیک دانشگاه دولتی کلاب به نام عبدالله رودکی محفل ادبیات شناسی نزد کافدره ادبیات تاجیک برگزار گردید. در محفل خالق زینالبی نامزد علم‌های فیلولوژی مدیر کافدره ادبیات تاجیک، اشورا و نادیره نامزد علم‌های فیلولوژی داتسنت کافدره، خلاوا غلطی متخصص ریاست علم و اینواسیون، نظیرف مدلی اسیستنت کافدره و هیئت آموزگاران و دانشجویان اشتراک داشتند. سرول مدیر کافدره خالق زینالبی سخنرانی نموده محفل را حسن آغاز بخشید. سپس گوهربی سیم احمد دانشجوی سال چهارم اختصاص زبان و ادبیات تاجیک در موضوع تصویر سیمای شاه ارمانی در شعر رودکی و زلفیره سیفعلی دانشجوی سال چهارم همین فاکولته در موضوع تصویر بدیعی و کاربرد سندهای ادبی در اشعار امینجان شکوهی سخنرانی نموده قید کردند که امینجان شکوهی شاعر، نویسنده، ترجمان و درامه‌نویس مشهور تاجیک به حساب می‌رود. اولین مجموعه شعرهایش با نام سرود چشم‌استار سال 1948 چاپ شده است که از احساس بلندی وطن‌دوستی و عاشقانه شاعر نوقلم درک می‌دادند. همین خصوصیت‌ها در اشعار مجموعه‌های وطن صلح، صدای دل، داستان کوچه‌باغ عاشقان، سلسله شعرهای محبت و عائله باز هم تقویت یافته شهرت و محبوبیت مؤلفشان را در میان مردم و اهل قلم بلند برداشته است. در انجام اطراف موضوعهای ذکر شده سوال و جواب دایر گردید و در آن قریب همه اشتراکچیان فعالانه شرکت ورزیدند.